سلام علیکم. خوش آمدید همتون. تشکر. سلامت باشید. همتون رو بار دیگر خوش آمدید میگویم و باید برنامه رو من خودم برم و می توانیم که ما برنامه رو آغاز کنیم. من سعادت عزیزова، هنرپیشه خلقی تاجیکستان، سالی 1951 30 اوگوست در شهر پنجکن تولد شدم و بسیار وقت به من سوال میدن که از کجایید شما و من میگویم که من تاجیکستانیم، چون که من در پنجکن تولد شدم. پدرم کارمند حقوق بودن، پروکورور، و ما دوی ما ناحیه ها با میگشتن و گوییم که هر 3 سال عوض میشد جای کار و در عائله ما هممون در هر ناحیه تولد شده ایم. من در پنجکن تولد شدم. بعد ما کوچ بستیم به ناحیه شهر توس. در آنجا من به صنف یکم رفتم. مکتبمون به نام کلینین بود. از اونجا ما کوچیدیم به کاراتگین و در نورآباد من تحصیل کردم تا صنف 6. از صنف 7 من در ناحیه دنغره در مکتب رقم 1 خواندم و مکتب رو در آنجا ختم نمودم و آمدم به دانشگاه هنرهای زیبایی. اون وقت فاکولته صنعت بود در نزد دانشگاه پداگوژی به نام شفچنکو بود اون وقت. و در مکتب میونه بسیار شاید وقتی که ما در شهر توس در کمسمال آباد حاضر نورآباد زندگی میکردیم، بسیار از فیلارمونیا به سفرهای هنری می اومدن و پیش از نمایش سر شدن من که در عائله زیایی بودم و مادرم بسیار شعرها رو به ما یاد میدادن، می بر آمدم و همه شعرهایم رو می خواندم. حاضر رپرتوارم رو می خواندم و تماشابین به من قرصک می زدن. البته شعرهای من کودکانه بودند، لیکن شاید از همان وقت مهر هنر، مهر صنعت در دل خردک من جا گرفت و من صنعتکار شدم. در مکتب‌های میونه من بسیار اشتراک میکردم، در کروژاک‌ها سرود میخواندم، رقص میکردم و بعضاً به صحنه‌چه ها هم دست میزدیم و یاد دارم که حاضر این آزادی است که برای هنرپیشه شدن پدر و مادر راضی می شود و جوان ها می توانند آزاد بیایند. و ما در مکتب رقم 1 ناحیه دنغره 25 دختر بودیم و 10 پسر. بعد بچه هم نمیخواستن و من بسیار وقت میشد که نقش های بچه های بازی میکردم و نقش میرزا رضا بود، قهرمانی که البته همه شما میدونید و با دخترها اجرا میکردیم. همین خیلی گویم که دوست داشتم این کسب رو و شاید بعضی ها حاضر برای هوس میآیند، برای میآیند که در تلویزیون اونها رو نمایش دهند، در سینما نقش بازی کنند و من و همسالای من ما با مهر اومدیم به این کسب، با عشق اومدیم. ما هیچ وقت فکر نمی کردیم که در کفای صحنه چی گپ است، چی می شود، زندگیش اینقدر دشوار بوده است. هنرمند بودن ما فقط با عشق و با مهر اومدیم به این کسب و البته سالها گذشتند. هنرمند شدن تنها هوس نیست، کاری بسیار رو طلب میکند و
پیش از همه دوست داشتن در کار این کسب رو. و ما گمان میکنم که در این وزنینی های زندگی بسیار شخصان از تئاتر رفتن، فرض کردیم به دیگر کارها دست زدن یا اومد با تجارت و دیگر کارها، لیکن هنرپیشه ها از عهده تجارت هم نمیبرایند، تنها صحنه و هنر گمان میکنم. و حالا هم ما البته همه ما هنرپیشه ها قصرها نداریم، دکانها نداریم، لیکن صحنه داریم. صحنه داریم، جای مقدسی که برای هنر ما تماشابین قدر میکند و باعث می شود که ما بیشتر و بیشتر در تئاتر مونیم و کسب خود را دیگر نکنیم. در بسیار تئاترها من کار کردم و گفته می توانم که در تئاتر لاهوتی ما 8 نفر با راه خط آمده بودیم و چندین نقش ها آفریدم و نقش اولین من این از نظارت است، از مکتوب را من نوشته بودم، فیض الله انصاری که استادی که در دانشگاه با من درس هنر آموخته است، حاجی خال رحمت الله روی صحنه گذاشته بودند. نقش اولین همین است در تئاتر و با ما حاضر دانشگاه خیلی بزرگ شده است. ما فقط یک بینای یکم داشتیم و بعد ما از بس که یکم دویم تمام کننده ها بودیم، یکدیگر از یاد میدونستیم. معلم ها هم نحس میدونستن. ما از معلمانی فدایی که در راه صنعت همه ما رو تربیت کردند خیلی من میندارم. البته بعضی ها در حیات نیستن. من از معلمای بزرگ درس مهارت آموختم. از یاد میارم دویم محرم فیض فرا، اسکر عبدالرحمن فرا، حاجی خال رحمت الله فرا، خوشنظر میبلی فرا، معلمه عزیزی من تمر مخصوم عبدالشکور را که بسیار در صحنه راه گشتن را از آن کس آموختم. همه وقت صحت سلامت باشند و همراهی ما باشند و بسیار بسیار معلمون دیگر، محمد جان قاسم، محمود جان واحد، ایسای و اینا به ما درس دادند و کورس ما بهترین کورس بود برای اون که اگر از هر یک معلم قطره ما گرفته باشیم برای خود، برای آینده، این در راه کاری ما به کار اومد همه این. بعد با سبب های اویلوی من به تئاتر موسیقی مسکوی شهر کولاب رفتم، در اونجا کار کردم چند سال. بعد با همسر من هنرپیشه شایسته تاجیکستان سلیم مقیموف بود، اون کس را از تئاتر به نام ولیزاده به پایتخت دعوت کردند و ما باز به دوشنبه آمدیم. بسیار خود را خوشبخت حساب میکنم که در تئاتر اهارون ما یک گروه همفکران بودیم که این تئاتر رو تشکیل کردیم و با خود کارگردانی بسیار مشهوری تاجیک که در صحیفه های تاریخ نقش خود را گذاشته است، استاد همه ما هنرپیشه خلقی تاجیکستان فرخ قاسموف کار کردم و در اهارون با شرافت اهارون در بسیار مملکت های دنیا بودم، سفرهای هنری داشتم و مکتب فرخ قاسموف برای هر یک ما فراموش نشونده است. بعد ما برگشتیم باز به تئاتر دوست داشته من، تئاتر لاهوتی و این تئاتری که در اونجا من قدم های اولین رو گذاشته بودم و بعد برگشتم به دیگر تئاترها و با اومدم به تئاتر لاهوتی. در یکی از سفرهای هنری با تئاتر لاهوتی ما رفتیم به آنجایی که من کلان شدم، کودکیم گذشته است، ناحیه نورآباد و در آنجا من با همسینفونی خود
در کجایی که میزیستم اونجا ها رو رفتم نگاه کردم و استادیمو در اینجا اشتراک دارن. میخواستم که درباره فکری که آمد به سر این کس این فکرها و درباره اون کتابی که این کس نوشتن پیرهای سعادت، استادی من چون استاد چون برادر اون کس رو احترام میکنم، چون پارتنری بهترین من در صحنه استاد هنرپیشه خلقی تاجیکستان اسلبک نظری اشتراک دارن و میخواستم که درباره این کتاب و همکاریمو سخنی بگویم. مرحمت. پیش از این تاریخ چرا گفتن من یک چیز رو با تاکید کنم که سعادت خان یکی از هنرمندان بسیار با سلیقه و با هنر است که میسازد تماشابین به خاطر هنرش، به خاطر چهره خوبش، چهره گرمش، جذابیت هنرش به تئاتر بیاید. سعادت خان و مانند سعادت خان یک چند کس دیگر اونا استفاده ای که بزرگان ما مثلا توفه فاضل و یو گلچهره بقای و یو همه اون بزرگانی که داشتیم و از دنیا گذشتند، ما جوانان در وقتش استفاده اونها گرفتیم. سعادت خان یکی از همون استفاده گیرهایی هست که می ارزد با همون چوب استفاده را به جوانهای نو به تئاتر می آمد که مثلا از بین شما شاید باشد بدهد تا اونها دوام دوی همون تئاتریه دوی هنر دوام دهند. این رجوع بود. درباره این کتابچه حقیقتا در سر هیچ کسی ما نبود این خیلی چیزها و من هم فکرم نمی کردم که یک اون روز می شود که من درباره سعادت یا درباره اون کس اون چیز نویسم. حقیقتا هم وقتی که سفر کردیم به ناحیه نورآباد، سعادت خان در وقتی راه گفتن که من حالی ارنگ در خاطرم هست که در چایخانه‌ای که مثلا رایون سابق مرکز سابق نورآباد حاضر و ناحیه کوچیک است، لیکن در اونجا یک چایخانه بود، چایخانه بسیار یک چنار کلام بود. گفت من ارنگ در خاطر دارم که این پیش همین چنار می آمدیم، هنرمندان هم اونجا جمع می شدن، ما می آمدیم. همین یک تکانی شد برای نوشتن این کتاب و من و گویا که من از دل خودم یک چیز برآوردم، لیکن در اصل هم همین خیلی شد. منتظر سعادت خان منتظر بودن که از هم صنفانشون اون دوره که مثلا 20 سال 25 سال 30 سال پیشتر با اونا هم سبق بودند و خواندند و یا رفاقت داشتن و با همدیگر میگشتند، خانه به خانه شون همدیگر را تبریک میکردند در کودکی. همونای به خاطر آورد و این تکانی شد برای من برای نوشتن این کتاب و من در یک مدت کوتاه گویا که میگویم که الهام میبود، یک الهامی در یک هفته این کتاب نوشته تمام کردم. بعد سعادت را پیشنهاد کردم، سعادت هم خواندم معقول کردن. یکی از باغبان‌هایی است که باغ هنر، باغ صنعت، باغ تئاتر را شاداب میکند. تشکر به این هنرش. سلامت باشید. و بسیار در زندگی حتی کس نمیدوند که فردا چی می شود و با همین خاطر شاید هنرپیشه بودم که اون چیزی که به تقدیر من آمد، نقش و شهرت، و من باید هنرپیشه هیچ وقت شهرت درباره شهرت فکر نکند. شهرت اگر باشد وای خودش پیدا می شود. هنر همون مهارت به همه داده شده است، به بعضی ها کم، به بعضی ها بسیارتر، به بعضی ها از حد زیاد، لیکن همون اون چیزی که از اون طرف داده شده است باید احتیاط کرد و باید کار کرد که سیقل داد که
روی صحنه بروری. برای همین من گفتن میخوام که اون شاگردانی که اون کسانی که راه هنر رو هنر پیشه شدن رو کسب کردن میخواهند، آرزو دارند، هیچگاه راه افتاده نشوند. برای اون که پرصبر باشند. عموما در زندگی باید آدم پرصبر باشد. پرصبر باشد همه چیز میشود. و سالهای اول برای من از بس که من تنها موندم و 3 فرزند دارم، خدا و شکر، و آنها رو باید، مقصد اساسی من باید آنها رو کلان میکردم و یک وقت من کمتر تلاش نکردم برای نقش آفرین. و سال 1999 در تئاتر اهارون نمایشنامه بهرام بیضایی مرگ یزدگرد رو روی صحنه گذاشتند. هنرپیشه خلق تاجیکستان قربانی صابر و به من نقش زنی آسیابان رو دادن و همین نقش گویم یک سعادتی که چند وقت باز نقش نمی آفرید روی آب برآمد و من این نقش رو اجرا کردم و همون سال پرستو بود و نقشی بهترین زنانه رو گرفتم و پرستو پیشنهاد کردند که البته من تنها نبودم، بسیار بودن هنر پیشه های دیگر برای عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان و همون سال به من میسر شد که من همین سزاوار همین عنوان گردم. بعد کارگردان ها میبینند، تماشا میکنند، بعد دعوت میکنند به فیلم، بعد نمایش ها میمونند، به تو نقش میدهند و مرحمت صحنه یک جایی هست که مرحمت نشون ده هنرت رو و از همه استادی که بهترین است در زندگی این تجربه است. وقتی که تجربه داری میتوانی که چیکار کنی و این کسب رو دوست داشتن در کار، مهر داشتن در کار. برای یک نقش، برای یک چیز این کسب رو انتخاب کردن در کار نیست. بسیار کسب پرمشقت است. البته تماشابینان فقط نتیجه کار ما رو میبینند، اون نقش هایی که اون در وقت کار ما میگذرانیم این رو ما خودمون هنرپیشه ها میدونیم. تمام کاری به نزدیکی کرده ما در تئاتر به نام عبدالقاسم لاهوتی، این نمایشنامه بعد مردن خوابیوی خانه یا هست که در اونجا استادی عزیز من همراه استاد نقش می آفرم و می خواهم که یک پارچه اون رو به شما حاضر پیشکش نماییم. آمدید مردک جان، این خیریت این قدر دیر کردید؟ وای عوضکه چند بار آمده پرسیدن، ندانستم چی گویم. نانی گرم پختم، خام شوربا هم تیار، بیارم. حاضر. مردک جون، خبری نو رو شنیدید؟ وای کلینی حلیمه 10 سال باز فرزند نداشت، این پگاهی دوگانیک تولد کرده است. از شما ساختن 2 گهواره رو خواهش کردند. یگان واقعه روی داد. از شما میپرسم دیهای همسایه رفته بودم زنک. استا حامید را گور و چوب کرده برگشتم. خدا رحمت کند، آدمی خوب بودند. نمی خیل کارها زنک، نمی خیل کارها. خیل چی ایلاج؟ در این دنیا هممون امانتیم. یک روز پسرش، پسر یکه و یگانش به جنازه پدرش نآمد. اینه استای رحمتی را مردم دیه به خاک سپردند. فرزند هم گپی بیکار بود از زنک، بیکار. وقتی بیماری
یک کاسه آب درازت نکند، روزی مردن به جنازت نآید، یک کف خاک به گورت نپرتاید. چون این فرزند چی لازم زنک، چی لازم؟ راست میگوید مردک جان، فرزند هم هر خیل می شود. خدا را صد بار شکر که فرزندهای ما این خیل می. پسر استای رحمتی هم همین خیل نبود. انا میبینی زنک عاقبت کار ما هم همین. این خیل نگویده از دهانتون شمال برد، نیتی بد نکنید. نیت بد؟ به من نگاه کن زنک، پسر کلانیت باری آخرین کی آمده بود؟ خیر 1-2 ماه شدگیسته. 7 ماه و 13 روز. پسرت بوستان چی؟ کی آمده بود؟ الکی 7 ماه می شود. پسرت بوستان را باشه تنها در تلویزیون میبینی. دخترت گلستان چی؟ خانهش در دیهه همسایه 1 ساعت راه، لیکن با آمدن وی هم الکی 6 ماه می شود. یا دروغ میگم زنک؟ طرفی بچایت نگیر. خیر خبرگیری نآیند هم او زنگ زده نیستند کو. این زنگشان را من به سرم میزنم. نه این خیل نمی شود. رفته عوض را دعوت کن. شد بسیار عصبی نشوید. مایلش وی عوضکه به فکرم کجای رفتند. با تو گفته سادم که رفته عوض را دعوت کن. ها خوب حاضر دعوت میکنم. خوب بچه های عزیز، باز چی گفتن ممکن؟ اکنون شما می توانید سوال های خود رو بدید اگر سوال داشته باشید. در آغاز کتاب پیراهای سعادت مؤلف از یک خاطره اون در ناحیه نورآباد ما خیلی میخواستم که یک لحظه اون رو بهر ما یادآوری میکردید. ناحیه نورآباد بسیار ناحیه چون دوشنبه نیست، خرد است و چه گویم من در کروژاک اشتراک میکردم و وقتی که هنرپیشه ها با سفر هنری می اومدن بسیار تیاری بود، صحنه ها با چراغ بود. من نمیفهمیدم برای لباسی و چقدر به من معقول بود، مخصوصا لباس رقاصه ها و متو با همون نگاه کودکانه من که خیلی متو بود که دست نورس بود. که میتوانم من همین خیلی لباس داشته باشم و گفتم که من میبر آمدم و همه شعرهایم رو میخوندم و تماشابین قرصک میزد. شاید از همون وقت در دل من مهر این کسب جو گرفته بود که بها دادن تماشابین رو میدونستم یا دونستم بر وقتر. بعد پدرم بسیار میخواستن که من حقوق شناس شوم، لیکن در آخر راضی شدند که مایلش چخیلی که من خواهم، کجایی که من خواهم رفتن و بسیار از پدر و مادرم میندارم که ما رو چنین تربیه نمودند و در عائله ما خواندن در جای یکم بود. مکتب ما نزدیک بود خانه‌مون، بچه خیلی که گفتم اینجا چینار بود و حوله ما بود و اینجا مکتب ما بود و همین 3 چیز کودکی من است. مکتب اومدن، خانه خوراک و برآمدن با کوهی که در بالای چینار هست. همه کودکی من گوییم که همین خیلی گذشته است. من کوهستان همه میتواند سرودخانه رقص کند و ما رو وادار میکردن، تکلیف میکردن که همین اشتراک کنیم و با خود چیزی بگیریم. دوره کودکی هم اصلا در همونجا گذشته است. بعد در ناحیه دنقره در اینجا معرفی کنم بسیار هنرپیشه که البته اگر شما فیلم های تاجیکی رو دیده باشید نقش های زیادی آفریدم و ما خیلی
چخل گویم چون خواهر چون در خوابگاه ما یک جای زندگی کردیم و یک دیگر رو میدونیم و فرزندها هم با ما نزدیکند. زرینه خوشوقت و اشتراک دارم. میخوام چیزی گویم. اینجا سعادت خیلی خاکساری کردن درباره پهلوهای کار در چون هنرمند رو به همگان گفتند، اما یک پهلوی دیگری که من میخواستم در این باره صحبت کنم، این پهلوی انسانیت یا زندگی اجتماعی سعادت است که ما واقعا میخوام یادرس کنم که 42 سال با هم دوستی داریم. شاید بسیاری از شما اینقدر عمرم هنوز جوانید و نصف همین عمر دارید و من به خودم اجازه میدیم یا که میتوانم درباره چون دوست بودن سعادت، یعنی یکی از پهلوهایی که دوستی یا دوستی با این خانم، من میتوانم گویم که سعادت همچون دوست هیچ وقت به تو خیانت نمی کند و من گفتم میتوانم که در جهت زمانی که دوستان به مشکلی روبرو می شوند، سعادت همیشه در پهلوی آن است. یعنی سعادت چون انسان هیچ وقت از پهلوی اون کسی که در آب دارد غرق می شود نمی گذرد، حتما دستی یاری دراز می کند. و چون مادرم سرسپرده جان سپردن، یعنی گفتم میتونیم که برای دوستان سرسپرده، برای کسبش سرسپرده، برای فرزندانش جانش می دهد. زمانی که سعادت عنوان هنرپیشه مردمی تاجیکستان رو دارا شد، سلیم جان گفت که مادر جان اگر در جهان عنوان به مثل مادری بهترین یا با مادری بهترین جهانی باشد، من اون عنوان رو به شما عطا میکنم. خیلی خیلی فخر میکنم که با سعادت دوست هستم. و یکی از پهلوهای دیگری هنرمندی همچون انسان و همچون هنرمنده که سعادت دربارش گفتن که تاسیس کن، در میانی همفکرانی بودیم که تئاتر اهورون رو تاسیس کردیم، ولی من گفتم میتوانم که سعادت چون پایه‌گذار این تئاتر است، یعنی اگر سعادت و 3-4 نفر دیگر در میان این همفکران نمی شدن، این تئاتر تاسیس نمی یافت و در سالهای 90 تئاتر اهورون به عنوان تئاتر ملی تاجیکستان رو به جهانیان معرفی کرد. تشکر. معلمای عزیز، از خاطره همسفر حیاتتان استاد سلیم مقیم نقل میکرده. سلیم مقیم هنرمندی بود که خدا داد، در او هم قد و قامت زیبا بود، هم آوازی مخصوصی داشت که حاضر گوش میکنم کم، شاید فرزندو بعضا آواز مانند شود و بسیار هم راوی خوب بود، شعر میخوند. بعد از استاد محمود جان واحدов یگانه کسی بود که میتوانست شعر رو قرائت کند و بسیار در روزهای فرهنگ تاجیکستان در مسکو جشنهای اول در دوره سویتی جشن میشد، مثلا درباره رو فرض کردیم عبدالقاسم درباره لاهوتی اگر جشن باشد چند سالگی کدام شاعری که نباشد، اول در مسکو جشن گرفته میشد، بعد در دوشنبه. و در همین وقت سلیم مقیم البته اشتراک میکرد و نقشای زیادی آفریده است، چون سفر امیرشایف، چون بوسه، تامین و آخر اجرا کردهش همین پسر کلانی وامپیلوف بود که و باید از روی اثر، از روی نمایشنامه باید پسری که به همین خاندان می آید بوسیگین بود و همون گردی وی باید می رفت نمایش. لیکن سرافانوف از بس که بسیار هنرش هم زیبا بود و کارش هم تازه بود، استاد خوشنظر میولی همین خیلی ساخته بودن که تئاتر کولا و نمایشنامه پسر کلانی سرافانوف غالبتر بالاتر می ایستاد نظر به دیگر عمر وفاگی نکرد، از بین رفت و من هم نقش مادر بودم هم پدر و چه خیلی که در بالا گفتم باید اول فرزندهایم رو کلان میکردم بعد نقش میآفرید.
معلمای عزیز و مهربانم میگفتید که برخوردهای هنری یا رقابت میانی هنرمندان تا کدام اندازه میتواند در رشد هنری هنرمند تاثیر گذارد؟ اکنون انسان همین طور آفریده شده است که رقابت در همه جا هست، لیکن در گویم تئاتر، در ساحه هنر کمتر، زیادتر کمتر نظر به نمایان می شود. لیکن هر یک هنر پیشه باید فکر کند، اندیشه کند جای اساسی چطوری که در سپورت هست گوشتین میگیرن دیگر چیز معین می شود. صحنه هم همین است که بیشتر و خوبتر به همین نقش تیار است و آماده شده است، همون کارگردان میبیند و همون بازی میکند. اینجا خفه شدن در کار نیست. اینجا بگذار پارتنرت رو اگر نغزم نبینی در حیات، باید هنرش رو دوست داری، باید دونی که قوه او چقدر است و این نقش چقدر با او زیبیده است، چقدر نزدیک است. باید همه خیلی فکر کنیم. مثلا شاعر می نویسد شعر، نویسنده می نویسد حکایه، پویس، رمان. هنرپیشه چی کار میکند؟ هنرپیشه اون چیزی که دراماتورگ نویسه است از خود میکند و تولد میکند یک چیزی نوی دیگر و برای تماشابین ما گمان میکنند که این بسیار کاری آسان است. این بسیار کاری دشوار است هنرپیشه بودن اگر هنرپیشه حقیقی باشی. لیکن یک لحظه رو نقل میکنم که بوری در کوچه موی سفیدی رفته ایستاده بود و یک تا معلمه گفتن، بعد من با یک تا گلی سیاه گوشت توفه کردن نبیرشون قطعی. من گفتم میبخشید من معلمه نی، شما من یکون کس قطعی وای کردید. گفتن نه شما سعادت عزیزه و که میشناسیم شما. گفتم تشکر. بعد بودن که برای چی معلمه شما همین نقش تمید اجرا میکنید، همین دل و جگرتون از سوزانده بازی میکنید چی با؟ بعد من گفتم خیلی من وای گفتم که اگر دل و جگر من نسوزانم در خاطر شما نمیمونم و گپ کوتاه کردم. بعد آمدم فکر کردم برای چی تماشابین عادی ما گمان میکنیم که تماشابین نمیفهمد، بسیار چیزایی میفهمد تماشابین برای هنری هم کسبانی من در بین نمایش میتواند خرسک زند، برای که هنر اصیل میبیند. اینجا من تنها خودم رو گفتن نمیتونم، نمیگویم، برای تعریف نیم. یک گروه بچه های ما هستن، مکتبی بزرگی ما هست که تئاتر رو داشته میتواند برای تماشابین. برای همین جوان ها همه وقت باید بینید، نازک بین شوید، باید دونید، باید تحلیل کرده توانید که نمایش چگونه است، کارگردان چی میخواهد و هنرپیشه چطور در کدام سطح بازی کرده ایستاده است. همین رو باید همه وقت شما درک کنید. گپ رو ازیاد کرده رومده صحنه و گفتن این هنوز هنر نیست به فکری من. معلمه عزیز کمی درباره سفرهای هنریتون قصه می‌کنید؟ سفرهای هنری ما بسیار است، برای که شاید ما یگانه کسب داریم که سفرهای هنری همون زیاد است و یگانه کسب داریم که امروز مادر تاجیکیم. مادرها عموما دردی مادرها دوست داشتنی فرزند این با یگون میلت فرق ندارد. مادر یک خیل دوست می‌دارد، یک خیل به هم می‌تید. لیکن سفرهای هنری می رویم. ما به نزدیکی در ولایت سوخت بودیم و گمان میکنم که تماشابین انتظار است، مشتاق آن است که از صحنه هنرپیشه های زنده رو بیند. پزمان شده است و هر تئاترها تکلیف میکنم که سفرهای هنری رو بیشتر کنم. ما برمیگردیم سال 90 چطوری که زرینه بانو گفتند تئاتر آهرون رو یک گروه ما تشکیل کردیم و همراه فرخ قاسمov و ما
11 ماه در سفر هنری بودیم. تنها 1 ماه در تاجیکستان بودیم. می اومدیم می رفتیم و با سفرهای هنری با یوسف گمگشته ما با گلندیا، بلژیم، فرانسه، پولشا، ایران 6 مرتبه رفتیم و مسکو و تاشکند و چیبکساری و گوجه خیلی همون سال بسیار گشتیم. و چی میتید سفر هنری با هنرپیشه؟ بهای تماشابین رو هنرپیشه بیشتر قبول و فهمیده میتواند، درک کرده میتواند و اصلاح شده میتواند هنرپیشه اگر در بالای خود کار کند. و چطوری که من گفتم همون شعله یا همون جوهری که در باطن هست به همه یک خیل داده نشده است. برای همین بسیاری ها با مهنت میتوانند جای خود را یابند. بسیاری ها از اونی که زیادتر است همون هنری وی شاید کمتر باید مشق کند، ولی حاضر گمان میکنم که هنرپیشه باید داند که از صحنه چی میگوید و برای چی میگوید. تئاتر جای برای تماشابینا میآیند. تئاتر البته لباس نغز میپوشند، برای خرسندی میآیند، قبول شده است میخل، لیکن بعد میآیند اینجا فوجیه رو میبینند و یک صحیفه نو دیگر برای خودشون درک میکنند، میفهمند، میدونند، کمبودی رو میفهمند، کمبودی خودشون رو فرض کرده میتونند بینند. برای همین تئاتر اینجوری است که من نمیتونم بگویم که چی جو است. این باید هر کس خودش درک کند، حس کند. برای من از همه جای مقدس است، از همه جای پاک است، از همه جایی هست که من آرام میشوم، من میتوانم ساعت‌ها شینم. تئاتر زندگی همه مو است. Вы помните ли в первые роли в театре и в кино сыгранные роли? نقش اولین من چطوری که گفتم، ما من کورسی استاد اسابق نظریف از سیوم کورس ما علاقه در تئاتر کار میکردیم. در البته نقش های اساسی نمیدادن و صحنه های عمومی ما اشتراک میکردیم. بعد ما با معاش هم میدادن، کم و بیش می نویسم. بعد ما هر روز در تئاتر بودیم. وقتی که مثلا گناهکارانی بیگناه استروزکی رو بازی میکنی در صحنه، توفا فوزیل و بازی میکند، محمود جان وحیدوف بازی میکند، حتی در پهلوی آنها ایستادن یک شرف بود برای ما دانشجویان، یک افتخار بود. و نقش اولینی من در تئاتر لاهوتی این خط رو من نوشتم، رول نظارت بود از پسر فیض‌الله انصاری و بعد از انتخاب داماد رول ادیبه حاجی صادق، اثر حاجی صادق بود که بسیار تمام تاجیکستان رو گشتیم و چندین بارها رفت این نمایشنامه. در کینو وقتی که دانشگاه عمومی جهانی گیک مسکو بود و شرق بودگی و مثلا از سیریه و فلسطین و اینجا تجربه آموزی اینجا می اومدن کاری دیپلمیشان قطعی. و من برای همین نقش های فیلم های عرب، فلسطینی و سیریه و دیگر دایم من اشتراک داشتم، برای که نمیدونم، لیکن در تاجیک فیلم نه نبودم، نمیدونم برای چی اولیم یا وقت نبود. با کودکانم اشتراک میکردم در همون فیلم های دیپلمی همونو. بعد با می نویسن و یا تاجیک فیلم باکی بهترین فیلم بود در همون فلسطین. من همین نقشوی بها دادن، گفته با جواب هم می اومد. همین نقش من ینگه مهربان باعث شد که همه وی
زنی عادی است یا کارگر است، همین نقش در خاطرش موند. یکم که این اثر در وقتی بود که بعد همین فهمی هایی که در تاجیکستان بود، یکمین فیلم بود و همه می رفتن تماشا میکردن. و چطوری که من گفتم، ما در مکتب یک دختر همسنف داشتیم که مادر اوگای داشت. همون دوره کودکی من به نقش مادر اوگای بسیار زن ظالم بود. ینگه ها هم بسیار کمچخل وای داشتن، وای منفی داشتن. ینگه یگون کس یا که خوشتومنو بسیار کمچخل دربارهشون سخت گپ میزدن. حاضر من با مرور زمان میبینم که خوشتومنوی نغزم یک بسیار، ینگه های نغزم بسیار، لیکن شاید همون مادر اوگای همون دختر ما بسیار زنی نغز بود، ما حتی نمیشناختیم، لیکن فقط فکر میکردیم که وای عذاب دارد، عذاب دارد. برای همین از یک جو کمک گرفتم، از این جو یک کمتر دیگر گرفتم، از سیموی همون زنها و برای خودم یک ینگه همین خیلی آفریدم که این باعث شد که دیگر کارگردان های ما فقط بیایید شما می رول منفی بازی کنید، شما نغز میتونید گفته همین فقط رول منفی میتین. و من بعد وای چند مرتبه گریه کردم، رول های زن های نغزم بازی کردم، لیکن این در خاطری تماشابین نموند، فقط رول منفی در خاطرشون موند. معلمای عزیز، سعادت عزیزووا سعادت زندگی و حیات ایجادی رو در کی و یا چی دریافتید؟ البته برای هر یک زن خوشبختی وای دکتر باشد، مهندس باشد، هنرپیشه باشد، خوشبختی اساسی گمان میکنم در اویله است، در فرزندها. و من خوشبختیم رو در فرزندهایم دیدم، میبینم و در صحنه. این دو چیزی هست که من جدا کردن نمیتونم، صحنه و فرزندهایم. خوشبختی من در همین است. برای چی مهنتی که کردی فرض کردیم در باره فرزندها و همین فرزند این چی است؟ فرزند همون دیلی تو است، جیگری تو است که فقط راه میگردد برابری تو. خیلی دوست نمیداری فرزندت. وقتی که بزرگ میشوند، وقتی که مکتب میخونن، بعد از تمام میکنن دیپلم میگیرن و معاش اولین میگیرن و به تو تحفه میارن، این باعثی خرسندی نیست؟ مگر صحنه چی خرسندی؟ مثلا کارگر میتواند در نزد همون کار اون چیزی که میسازد کار میکند، 7 ساعت 8 ساعت میرود، تمام وجدانش آرام کار کرده است. لیکن هنرپیشه چی؟ هنرپیشه میکوبد، میوبد نقصش رو، وقتی که تماشابین به افتخار او قرص میزند. این است خوشبختی هنرپیشه. و به همه شما آرزو میکنم که مادامی که کدام کسبی را که انتخاب میکنید دوست دارید، استوار باشید نسبت کسبتون، خودتون طلبات سخت داشته باشید نسبت کسب و همه چی می شود. و در زندگی پرصبر بودن در کار، پرصبر، خصوصا جوان ها در زندگی اویله داری هم پرصبر باشید، طاقت کنید، همه چیزی دنیا میگذرد. در صحنه هم راه افتاده نشوید از نقشی که نشد، کار کنید، بیشتر طلب کنید، سیر طلب باشید نسبت خودتون و زندگی رو دوست داشتن در کار. در زندگی باید امید داشتن در کار، باید گویی که نه تمام انا این خیل شد این خیل شد، نه، همه وقت آرزو داشتن در کار برای فردا، برای زنده موندن. من همین را گفتنی هستم که
من در تئاتر هنرپیشه از همه جوان هستم. با همراهی معلمه کار میکنیم در یک جا. من خودم را خوشبختترین انسان، خوشبختترین دختر حساب میکنم که من 2 مادر دارم. یک تا مادر من در بدخشان است و مادر دیگری من همراه من در تئاتر کار میکند. این معلمه جان عزیز من، سعادت عزیز و می باشند که همه وقتی که ما قدم های اول خود را بر تئاتر گذاشتیم، در روزهای اول خودمان را ناراحت حس میکردیم که ما فکر میکردیم ما آدمان بیرون هستیم، بیگانه هستیم. وقتی که همراه معلمه هم صحبت شدیم، دل ما پر شد ذره در جای کارمون که ما مادر داریم، ما استاد داریم، معلمه عزیز داریم. معلمه نه تنها هنرمند خوب هستند، پیش از همه انسان خوب هستند که هر یک جوانی که به تئاتر به کار می آید نه تنها در مثال در اجرایش نقش معلمه به ما کمک می کند، بلکه دشواری هایی که در زندگی صد راه ما می شوند، ما اول رفتن نزد معلمه برای خود مصلحت می گیریم. خوشبختترین انسانم که همراه شما کار می کنم. شما بر این همکار دارم، معلمه دارم، استادم گویم خطا نمی کنم. مهنت کردن این جای عیب نیست. ما در خوابگاه زندگی میکردیم و یک روز همون کماندانت خوابگاه با من گفتن که میخواهی کار کنی چون فراش. من چون فراش هم کار کردم، همه خوب بود، فرزندان نمیدونستن، من میخواستم کار میکردم، میشتم. بعد ساعتی پگاهی بود، چون هنرپیشه نغز میپوشیدم و تئاتر میرفتم و مهنت این عیب نیست. مثلا در روزهای سخت ما میبافتیم، یک گروه زنها، زرینه بانو با من آموختند بافتن رو و ما میتونستیم بافیم، میتونستیم با یگون کس فروشیم مهنتمون، امون بافتگی امون رو مثلا برای مردونه زنپیرها یا وای میبافتیم، جوراب میبافتیم. این هیچ جای عیب نیست. اولین قدم های خود رو به سینما کی گذاشتید؟ چطوری که من حاضر گفتم، بعد در وقت ما تحصیل میکردیم استادان اجازت نمیدادن که ما و فیلم رویم و یا از درس خفا میمونیم گفتن. و در آن وقت از مسکو می اومدن، از موسفیلم، لین فیلم می اومدن، ما رو انتخاب میکردن، لیکن معلمای ما نمیموندن، ما رفتنی میگفتن ولی بر وقت برای نقشی بیرون از مرز رفتن و اجازت نمیدادن در دوره ما خوندن. این حاضر این آزادی است که شما میتوانید با کارگردان هم صحبت شوید و روید و نقش آفرید. خیلی که من گفتم در فیلم های بچه هایی که از دولت های شرق بودن و تاجیکستان می اومدن و انتخاب میکردن ما رو در فیلم ها و در همونجا من راه به سوی جهنم بود یک فیلمی فلسطینی و یک فیلمی دیگر بود آبشاران بود و در همونجا اشتراک کردم قدم های اولینی در سینما. سینما اگر مثلا درست نامد با یک بار دیگر به نمور میگیرن. بعد در فیلم های تاجیکی از بسیار در آرزوی پدر، بیدیل، با پیوندی شکسته فیلم ها نقش آفریدم، لیکن در فیلم نشود باز یک بار دیگر میگیرن. تئاتر اگر از نوتای نادرست سر کردی وای بر حالت همون روز دیگر تو نمیتونی همون و تازه گرفته. برای همین تئاتر کسی که در تئاتر کار میکند سینما با وای خیلی گویم تئاتر، کار تئاتر با سینما یاری میدهد، قوت میدهد از تجربه اونی که در تئاتر داری. لیکن اکنون وای تکنیکی هاشون فرقیتشون بسیار است. سینما خوب است ولی تئاتر بهتر.
زیباتر خوشروتر. از بس که وقتی ما به آخر رسیده ایستاده است و من فکر کردم که همین روز چی به اینجا با چی اویم چی گویم. تشکر به استاد میگویم که وقتی قیمت خود رو دریغ نداشته آمدند و با ما همکاری کردند. به همه شما هم تشکر میگویم که آمدید و یک چیز رو برای شما میخونم. میگویند که آفریدگار هستی مرا از استخوان چپ مرد با نام آدم آفرید و هوا نامم نهاد تا که در کنار آدم باشم و همراه و هم صدایش باشم. نسل انسان زاده من است. من هوایم فریب خورده شیطان. میگویند که درد و هجر انسان هم زاده من است، چون که زاده هوا که آن را از عرش عالی به دهر خاکی فرو افکند. شاید گناه من باشد، شاید. با گذشت قرنها باز آمدم. گاه بهشت را زیر پایم میگذارند و گاه نیمی مرد گفته خطابم میکنند. گاه سنگسارم میکنند و گاه با نامم سوگند خورده اشک میریزند. من مادر نسل انسانم. من هوایم، زلیخایم، فاطمه‌ام، خدیجه‌ام، مریمم. من هم مثل رنگین کمان رنگ‌های دارم، روشن و خیره. و هوا هم مثل توست ای آدم. بیاموز که من از پهلوی چپت خیلی استوار با تو زاده شدم. بیاموز که من مادر این دهرم و تو مثل همه اونها زاده منی ای آدم. تشکر.